السلام علیکم بابای حاجی. من یکی از برادران اسلامی شما از ناحیه ورزاب. این برادر نو مکتوب در خانه ما داده است که ما خود حضور نداشتیم، آمدیم از خانه گرفتیم. یک مکتوبی دراز نویساندن. خیلی میخوانیم که از راه دور آمده است، همین روز در همین مسجد ما و شما اشتراک دارد. از ناحیه ورزاب التماس با این سوال جواب پوره دهید. در مابین راه مانده ام. اولا بابای حاجی، خداوند ما و شما را توفیق و هدایت نصیب گرداند، عاقبت کار ما را به خیر بیارد. آمین. بابای حاجی، من مدت 4-5 سال بود که بسیار اخلاق و تمیز بد داشتم. نماز میخواندم اما از سبب حقیقت قرآن و اسلام را نمیدانستم. با اسلام و قرآن مسخره میکردم. نماز میخواندم، عرق مینوشیدم، زنا میکردم. من دختری را در نکاح خود درآوردم. آن را نه به خاطر زن، به خاطر نفس حرامم من از آن فرزنددار شدم. من آنها را تأمین پوره نمی کردم. پدر و مادر من بیخبر بود. به من گفتند همان دختر را توی کرده می دهیم، اما من بدبخت و جاهل قبول نکردم. گفتم من آن را نمی گیرم، به من دختری خانه دهید. مرا دختری خانه دادند. من روز با ولایت خودجان رفتم. در آن ماشین کسیته های شما را در باب حقوق زن و بعضی کسیته های شما را شنیدم. خودم را همین خیل حس کردم که در دلم نور ایمان جوش زد. من 7 روزه رفته بودم، اما از شنیدن این کسیته های شما خداوند شما را در پناهش نگه دارد. چندین آدم ها را شنیدم، دیدم که زندگی تلخشان را شیرین کردید. بعد 2 روز بعد گشتم، مادرم را پایهایش را بوسیدم. گفتم مادر جان راضی نباشی این زنی که من گرفتم، دویم زن راضی نباشی جوابش را می دهم. مادرم گفت پسرم اینش را هم نگاه کن، ویش را هم نگاه کن، در تقدیرت همین بود است. من از تو راضی هستم. من تا 1 سال می شود که 5 وقت نماز را در مسجد می خوانم. نمازهای جمعه را ترک نمی کنم. هر 2 زنم را نمازخوان و با سطر کردم. من هر 2 اینها را قوت بر توانایی برابر نگاه می کنم. اما با گفته آیت های قرآن و احادیث های پیغمبر شما گفتید بهترین لباس، بهترین خوراک حتمی خانه داشته باشی. هزاران بار شکر که شکر خدا من یک زنم در خانه مادرم است، دیگرش اجاره نشین است. شما گفتید مردی که 2 زن داشته باشد از عهده آنها نبراید، از قبر میخیزد، یک طرفش قاق است. بابای حاجی شما با من گفتید من چیکار کنم؟ من خانه خریده نمیتوانم. من بسیار قرضدار هستم. من میترسم که مرگ ناگهان به سر من آید. من این روسیای پرگناه بدنفس چخیل با خدای خود رو برو میشوم. کاش خداوند جزای مرا در این دنیا دهد. من بسیار گناهگارم. بابای حاجی شما با من گویید خداوند این نمازهای ما را قبول میکرده باشد. در زندگی اینقدر کمبودی دارم. بالای این زندگی خانه امان در گردن من است. به حاضر شرایط قوت من به این 2 زن نمی رسد. حتی فکر این در عبادت هایم خلل هم می رساند. بابای حاجی التماس به من گویید از روی حقیقت اسلام من چیکار کنم که دل من قرار گیرد، عبادت های من بی شبهه شود، که دل من از این دنیای بی وفا پاکیزه مانده است. در آخر بابای حاجی دعا کن خداوند به من مال و ملک و زن و فرزند در کار نیست. فقط طلب دارم که خداوند مرا بنده بگیرد. همین که همه بیفایده بوده است. خداوند شما را عمر درازی با برکات دهد که در بین مردم تاجیکستان خیلی بهبودی ها آوردید. التماس که سوال مرا پوره خوانده جواب دهید که من از راه دور آمدم تا که این سوال جواب را گیرم. با واسطه کسیت امکانیت باشد و نمره تلفنتون رو گویید. به خدا قسم که این حقیقت است. برادر عزیز،
زمانهای جاهلیتی که شما سپری کردید، زنا کردید، عرق خوردید و روزی که شما رو به مسجد کردید، توبه صدق به سوی خدا کردید، شما از این گناههای کردگی حتی پشیمان شدید، تصور کنید که خداوند همه گناههای شما را مغفرت کرده است. این وعده الله است، این وعده حبیبش است. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی هست که تماما گناه نکرده باشد. اگرچند که تو 10 سال 15 سال در این راه نادرست قدم زدی، لیکن امروز فضل پروردگار که تو را هدایت کرد همچنان است که تو گناه نکرده ای. تو در پیشگاه پروردگار یک بنده با عبادت و بنده خدا ترس به حساب می روی. لیکن این شرایطی که الحال بالای تو هست، الله در قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگوید. الله میگوید هیچ بنده را تکلیف نمیدهم، مجبور نمی سازم مگر قدر قوتش. از قوت زیاد از بنده طلب ندارم. حال تو را خداوند میداند، شرایط تو را خداوند میداند و نیت نیکی تو را خداوند میداند که هر زمانی که تو شرایط پیدا شد، دست و رسا که شد، برای این زنها البته همه شرایط آماده میکنی. امروز که تو شرایط نداری، خداوند البته تو را میبخشد. لیکن همیشه در فکر آباد کردن، در فکر بهبودی در این زندگی خود باشی، خداوند البته تو را کمک میکند. الحال همچنان تصور کن که تو در عذاب پروردگار قرار نداری و همه عبادت هایی که امروز تو انجام میدهی همگیش خدا قبول میگرداند، زیرا نیت تو نیت نیک است. زیرا این قدر راه درازه که برای یک جواب سوال شنیدن آمدن، این خود نشانه ایمانداری شما را نشان میدهد، این نیت نیک شما را نشان میدهد. از این خاطر برادر عزیز و گرامی، خداوند همه گناه های ما قبل تو را بخشیدگی هست. اگر آن چیزی که نویسانده حقیقت باشد، از روی دلسوزی باشد، یقین دان که خداوند بالای تو عذاب ندارد. لیکن زمانی که دست رسید، برای اینها خانه خر، شرایطاشون آماده کن که فردا درد سر پدر و مادر و با برادرهاش نشود. امروز من اهل علم میدانم، بعضی از گویم که همنشین های خودم، همنشین های من کنه، لیکن جایهایی که میریم در معرکه ها می نشینیم، اونا خود بیان میکنن که 3 زن دارن، هر 3 زن در اجاره نشستگی است. لیکن از این در بیرحمی و بی انصافی نیست. 4 کودک 3 کودک دارد، اجاره نشستگی است. اگر مبادا خدا جان تو را گیرد، تو 3 مشکلات در 3 عائله پیدا میکنی. هر کدام یمو با 4-5 فرزندش مجبور میشود خانه پدر و مادرشون روند، مجبور میشوند خانه برادراشون روند. اگر همین حالت در روی خواهر تو یا اپای تو باشد، خودت را چخیل تصور میکنی، چخیل حس میکنی؟ برای همین برادر عزیز بیغم باش و در فکر آبادی باش. انشاءالله تو بنده نیکبخت هستی.